براتون میخوام پلی کنم، اگه امکانش باشه نظرتون راجعش بهم بگید ممنونتون میشم. بیشترین فکری که مثلا از شما انرژی میگیره چیه تو این زندگی؟ خیلی چیزا که تو جامعه الان همه چیز از اون چیزا که انرژی میدن کمه، چیزا که انرژی میدن. چی شما رو سر شوق میاره؟ یادگیری، خدمت، به 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 آدم بودن، به به با اجازتون. یادگیری و خدمت واسه من میشه مهر و محبت، تو که ترس بره کنار مثل خورشید رحمت داشته باشم. عمق خلقت توی قلبم داره میجوشه و رشد کردم، تو که به کمال برسم روحم اینجا آزاد بشه از این اسارت ها، از این همه ظلم سرشار، از این انسان هایی که پس شدن در حکم حیوان. من اینجام اسیر و بند و زنجیرا داره گردنم، میخوام رها بشم بال بزنم تا پیش خدا. میدونم پولی زندگی واسه من زمین حکم گذرگاه داره و دارم زیر گذر میرم روی بداهه ضرب و ضرب کنم تا که حرفم بزنم از قصد. مقصدم کجا؟ سمت مبعث. تو که دلم آروم و شاد، دوست دارم خدا دست تو دست روال، لبخند تو روی خلق خدا دست بگیرم حتی با 10,000 بخندونم هر کسی رو میاد، هر جوری که هست انرژی و زیاد کنم توی زندگی برم قدم به قدم دلم رو دیدم. درود. مرسی فوق‌العاده بود. مرسی خاموش شد وگرنه یه لایو میذاشتم. ممنون از شما واقعا. برام جالب بود، ندیده بودم. من معمولا سفرهای اسنپی خیلی زیاده. زنده باشی. ولی خب یعنی شاید این نوع برخورد بیشتر به این نگاه واقعا آدم به این سمت ببره که شاید طرف دنبال اینه که مزاحمت ایجاد کنه، به مرور صحبت میکنه که مثلا حالا در مورد امیال شخصیش، خواسته هاش یا یه سری چیزای دیگه صحبت کنه، بعضا حتی کم بوداش. ولی واقعا تعجب کردم، یعنی این قشنگ بایاس ذهنی منو یا خطای شناختی ذهن منو الان حل کرد. درود بر شما و این پذیرش قشنگتون واقعا. مرسی که قضاوت ذهنیتون رو الان بریدین واقعا. ممنونم. این پذیرش گوهر واقعا. ممنون از شما. از رفتار خودتون. مرسی شکر وجودتون. خواهش میکنم. یه سورپرایز کوچولو داشتیم. این تیکر خوندم جلدمون مخفی بودیم. آره میخواستم هم دوباره نظرتون رو بپرسم. خواهشی من آخه تعجب کردم ولی خب سعی کردم رفتارم نرمال باشه. آره خیلی نرمال بود واقعا. سپاس از شما. و همین که میخواستم ازتون اجازه بگیرم، ببینم من اجازه دارم از تصویر و صدای شما برای پست یوتیوب و اینستاگرام استفاده کنم؟ اختیار دارید. تصویر و صدای خوبی ندارم ولی امیدوارم به درد شما فوق العاده. نه این از فروتنی شما نسبت به خودتونه. شما فوق العاده اید. لطفاً لینکشو برای خودم هم بفرستید. حتما لطفا اینجا یه لایک و یه دست برام نکن بدید. ممنونم. این همینجاست. آره مرسی ممنونم واقعا. شکر وجودتون. نظر خاصی نداشتین؟ عالی بود. تعجب کردم انقدر خوب متناسب با موضوع همه کلید واژه‌ای که صحبت کردیم توی آهنگتون بود. که انقدر حضور ذهن داشته باشید فکر میکنم کار کردید، یعنی شاید حوزه اصلی کاری شما باشه. درود بر شما. سلامت و شاد و برقرار باشید. ممنونم. همچنین مرسی.